مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان برای حل مسئله‌های مرزی و به خصوص کم کردن مناقشه‌ها بین ساکنان دهه‌های نزد سرحدی روز 14 ژانویه در اسفره آغاز شد. دو طرف اعتراف می‌کنند که وضع در مرز پیچیده است. جانب تاجیکستان را معاون نخست وزیر عظیم ابراهیم رهبری دارد. هیئت قرقیزستان را معاون سروزیر آن کشور جینیش رزاقوف. ملت‌های ما با هم نزدیک و برادرند و وظیفه ما حل مسئله‌های مرزی میباشد. عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان گفت در منطقه اول مرزهای اتحاد شوروی بود و سپس کشورهای مستقل تشکیل شدند که ضرورت معین کردن خط مرز را به میان آورده است. مردمی که در اینجا زندگی دارند عصرها باز با هم مسئولیت‌آمیز به سر میبرند و خویش و تبار شدند. امروز هم هیچ حادثه‌ای نشده است که به طرف یکدیگر سنگ اندازند. این صحبت‌های است که رهبران هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان پیش از مذاکرات و در روبروی خبرنگاران بیان کردند، ولی آنچه در نشست‌های جداگانه و پس درهای بسته می‌گذرد تا حال به مطبوعات معلوم نیست. به هیئت‌های دو جانب رهبران نهادهای قدرتی دو کشور نیز شاملند. مذاکرات در حال برگزار می شود که ماه‌های اخیر وضعیت در مرز دو کشور پیچیده شده، بر اثر سنگ اندازی و تیرپرانی چند نفر زخمی و کشته شدند. از جمله شب 10 ژانویه امسال در مرز تاجیکستان با قرقیزستان مناقشه روی داد. هر دو طرف یکدیگر را به سر زدن مناقشه متهم می‌کنند. از 976 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 400 کیلومترش معین و علامت گذاری نشده است. بحث و گفتگو سر منطقه های باقی مانده سالها باز ادامه دارد.